باهوشتر، تیزتر، بهتر. اسم کتابی که امروز میخوام براتون خلاصه بکنم و نکات طلاییش رو بهتون بگم تا از این به بعد توی کارهاتون هم خلاقتر باشین، هم باهوشتر و هم بتونین خیلی سریعتر کاراتون رو انجام بدین. نویسنده این کتاب آقای چارلز دوهیک هست، یکی از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز. و توی این کتاب آقای دوهیک نتیجه سالها تحقیقاتشون رو راجع به بهره‌وری داشتن و اینکه چطوری سریعتر و بهتر کارامون رو انجام بدیم و موفق‌تر باشیم به ما ارائه میدن. قبل از ویدیو خودم رو معرفی بکنم. من علی برگی هستم، دانشجوی پزشکی و یوتیوبر در حوزه بهره‌وری و توسعه فردی. و این نکته رو بگم که خدمتتون که من اطلاعات آکادمیک علمی راجع به این محتوایی که قراره بگم ندارم و فقط سعی میکنم که به متن متعهد باشم و اون مطلبی که آقای دوهیک میخوان به مخاطب منتقل بکنن رو منم به صورت ساده شده و خلاصه شده به شما منتقل بکنم و فقط بعضی جاها از مثالهای خودم استفاده میکنم تا مطلب رو خیلی راحت‌تر بتونین که درک بکنید. توی مقدمه این کتاب آقای دوهیک به علم بهره‌وری اشاره میکنن. بهره‌وری یا بازدهی یا راندمان، یعنی اینکه ما بتونیم توی مدت زمان کمتر کارهای بیشتر و با کیفیت بیشتری رو انجام بدیم. آقا مثلا یعنی چی؟ یعنی یک فردی میاد یک فصل از یک کتاب رو توی 2 ساعت مطالعه میکنه. حالا فرد دوم میاد همون مطلب رو با همون کیفیت توی 1.5 ساعت مطالعه میکنه. ما اینجا میگیم که فرد دوم بهره‌وری بیشتری از فرد اول داره. این میشه تعریف ساده بهره‌وری. آقای دوهیک پس از سالها تحقیقات روی افراد موفق و شرکت‌ها و مؤسسات موفق و سطح بالا و با بهره‌وری بالا به یک سری اصول مشترکی میرسند که این اصول رو اکثر این شرکت‌های موفق داشتن تا به نتایج بالایی رسیدن و موفق شدن و به 8 تا اصل کوچک ولی مهم رسیدن و توی 8 فصل اینا رو به ما توضیح میدن و منم یکی یکی اینا رو برای شما اینجا خلاصه میکنم. بریم سراغ فصل اول. فصل اول راجع به انگیزه هست. آقای دوهیک میگن ساده ترین و بهترین روش داشتن انگیزه داشتن حق انتخاب هست. یعنی اینکه خودمون تصمیم بگیریم که چه کارهایی رو انجام میدیم و چه کارهایی رو نمیخوایم انجام بدیم. مثلا چی؟ مثلا یکی میخواد برای یک امتحان دانشگاهی که مجبور اونو پاس بکنه یک کتابی رو مطالعه بکنه. اینجا چون حالت اجباری داره و اون فرد خودش انتخاب نکرده، انگیزه‌ای که خواهد داشت خیلی بالا نخواهد بود. اما در طرف مقابل یک فرد دیگه میاد همون کتاب رو میخونه، اما با این هدف که میخواد یاد بگیره، خودش انتخاب کرده که اون کتاب رو بخونه. اینجا این فرد دوم انگیزه خیلی بیشتری برای مطالعه خواهد داشت و این مهمترین نکته برای داشتن انگیزه است. و حتی توی کارهایی که ما بعضا به صورت اجباری انجام میدیم میتونیم بازم این فاکتور انگیزه رو به نوعی دخیل بکنیم. چطوری؟ مثلا من میخوام واسه امتحان دانشگاهیم یک کتاب رو که 10 تا فصل داره رو بخونم. یه حالتش اینه که بیام از فصل 1 از صفحه 1 شروع کنم برم تا آخر. این حالت روتینشه. ولی حالت دوم اینه که من بیام مثلا من دوست دارم الان فصل 4 رو بخونم، میرم فصل 4 رو میخونم، بعدش دوست دارم فصل 8 رو بخونم، میرم فصل 8 رو بخونم. اینجا وقتی من این مدلی به صورت انتخابی و رندوم مطالعه میکنم انگیزه بیشتری خواهم داشت. چرا؟ چون خودم انتخاب کردم که فصل 4 رو الان بخونم، دیگه مجبوری نیست که از صفر شروع کنم برم تا آخر. یا مثلا چی؟ مثلا میری یه رستورانی و یه تعداد غذا بهتون توی منو ارائه میدن و شما یکی رو انتخاب میکنید، اون غذایی که دوست دارید و اونو میل میکنید و خیلی بهتون میچسبه. دلیل اصلیش چیه؟ چون شما انتخاب کردید که اون غذا رو بخورید. اما در حالت دوم میری یه رستورانی، آخر وقت
میگن کل غذاهامون تمام شده، فقط یه غذا مونده، یه دونه فقط تلو کباب، اونو میدن میخوریم. حتی اگه شما در این شرایط اون غذا رو دوست داشته باشین، بازم اونطور که باید بهتون خوش نمیگذره. چرا؟ چون انتخاب نکردین تلو کباب رو، به صورت اجباری به نوعی بهتون داده شده توی اون رستوران. و اینجا وقتی حالت انتخاب از دسترس ما خارج میشه، انگیزه ما و میزان لذت ما از اون کار میاد پایین تر. نکته دیگه که اشاره میکنن در رابطه با انگیزه اینه که واسه هر کارمون یک چرایی مشخصی داشته باشیم. مثلا من میخوام برم امروز سر کار، به خودت بگو چرا میخوام برم سر کار. مثلا من میخوام برم سر کار، درآمد داشته باشم، با اون درآمدم بتونم خانواده‌ام رو ببرم سفر و خانواده‌ام و بچه‌ام خوشحال‌تر باشن. آها، این شد یک چرایی قوی برای کارمون. و سعی بکنیم که توی کارهای روزانمون قبل از اینکه این کار رو شروع بکنیم یک چرایی قوی توی ذهنمون برای خودمون داشته باشیم. بریم سراغ فصل دوم، کار گروهی. شرکت گوگل بیش از 50,000 کارمند داره و این 50,000 کارمند توی گروه‌های مختلف چند نفره دارن کارهای مختلفی رو انجام میدن. آقای دوهیک اومدن روی این گروه‌ها تحقیقات زیادی رو کردن و میخواستن یه سری الگوهایی رو کشف بکنن که چرا بعضی گروه‌های شرکت گوگل موفق‌تر از اون یک گروه هستن. اولش فکر میکردن که مثلا ویژگی‌های شخصیتی میتونه خیلی مهم باشه، اینکه اعضای اون گروه مثلا درونگرا هستن یا برونگرا هستن، یا میزان و نحوه ارتباط افراد گروه با هم دیگه در خارج از محیط کار، که مثلا افراد اون گروه با هم دیگه خیلی صمیمی هستن، حتی در خارج شرکت هم با هم دیگه دوست هستن و اینا، یا نه خیلی در حد رسمی و غیر صمیمی، فقط در حد کار با هم دیگه ارتباط دارن. فکر می‌کردن که چنین فاکتورهایی میتونه مهم باشه توی بازدهی بالا. اما بعد از کلی تحقیق به این نتیجه رسیدن که نه، اینا مهم نیستن، خیلی مؤثر نیستن و ارتباط آنچنانی ندارن. نتیجه که رسیدن اینه که اصول مدیریت گروه مهمه، نه شخصیت یا رفتار اعضای گروه با هم دیگه. از اصول مدیریت گروه مهمترین اصلی که به نوعی مهمترین وجه تمایز این گروه های موفق و با بازدهی بالا با اون یکی گروه ها بود، داشتن امنیت ذهنی برای اظهار نظر بود. شاید یکم عجیب بیاد، ولی این مهمترین نکته‌ای بود که آقای دوهیک توی این فصل بهشون اشاره میکنن، اینکه توی یک گروهی کل اعضای گروه بدون هیچ ترسی از مسخره شدن حق اظهار نظر دارن، نظراتشون راجع به مسائل مختلف و مشکلات مختلف میگن. هیچ کس نظر یکدیگر رو مسخره نمیکنه، به شوخی نمیگیره، همه به نظر همدیگه احترام میذارن. و از اون طرف توی این چنین گروه‌هایی سرگروه نقش خیلی مهمی داره. سرگروه میاد اعضای گروه رو جمع میکنه کنار یکدیگه، از اعضایی که حتی مشارکت نمیکنن درخواست میکنه که مشارکت بکنن و نظرشون رو بگن و نظرسنجی میکنه و در واقع کل اعضا نظرشون رو میگن و هیچ کس به خاطر نظرش مورد شوخی یا تمسخر قرار نمیگیره. این ویژگی مهمترین ویژگی بود که توی کار گروهی آقای دوی اشاره کردن. و علاوه بر اون نکته دیگه گفتن اینکه هوش فردی اعضای گروه ارتباطی با میزان بهره‌وری اون گروه نداره. یعنی چی؟ یعنی شما شاید فکر بکنید که اگه اعضای گروه من هر کدومشون باهوشتر باشن، خب قطعا نتیجه بهتری میگیریم دیگه، در حالی که نتیجه اینطوری نبود توی شرکت گوگل. اینطوری بود که اون اصول مدیریت گروهی و هنجارهای بین گروهی اینجا بازم تأثیر گذاره و تأثیر اصلی اون داره، نه اینکه ما بخوایم
اعضای گروهمون از افراد خیلی لول بالایی باشن. این خیلی فاکتور مهمی نیست. و مثلا یه مثال فوتبالیش هم که اونایی که فوتبالی هستن شاید بدونن، اینکه شما بیای توی یک جایی که اصول مدیریت گروهش خوب نباشه، یعنی چی؟ یعنی سرمربی خیلی خوبی نداشته باشی که بتونه اون تیم رو مدیریت بکنه. توی چنین تیمی شما هی بیا ستاره های بزرگ جذب کن، بازیکن های خوب جذب کن. وقتی مربیت نمیتونه اونا رو اداره بکنه و کار گروهی پایینی دارین، به اون نتیجه‌ای که میخواین نمیرسین. اما مهمتر از اون اینه که یک مربی لول بالا بیاری که حتی از اون بازیکنان که توانایی‌های کمتری دارن یا توی مثال کار هوش پایین‌تری دارن، بتونن یک کار گروهی مناسب رو بین اینا تشکیل بدن. این خیلی مهمتر از میزان هوش اعضای گروه هست و در واقع این نکته رو اشاره میکنن که هوش کلی گروه، هوش مجموع گروه خیلی خیلی مهمتر از هوش تک تک اعضای گروه هست. بریم سراغ فصل سوم. یک فصل سوم آقای دوی راجع به الگوهای ذهنی صحبت میکنن. خلق الگوهای ذهنی یکی از ویژگی‌های دیگه افراد موفق و با بازدهی بالا. یعنی چی خلق الگوهای ذهنی؟ یعنی قبل از رخ دادن اتفاقات مختلف برای ما، اونو توی ذهنمون تصور کرده باشیم، تمرین کرده باشیم و براش آماده شده باشیم. مثلا چی؟ مثلا من دارم توی ماشینم میرم به سمت محل کارم. وقتی توی ماشینم هستم میام اتفاقات احتمالی اون روز رو تصور میکنم. اینکه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، من چه واکنشی نسبت به اونها خواهم داشت، امروز توی جلسمون چه گفتگوهایی خواهد بود یا چه گفتگوهایی ممکنه باشه و چه جوابی من به اونها خواهم داد. اینا وقتی ما این کار رو انجام میدیم، ذهنمون تمرین میکنه و آماده میشه و وقتی توی واقعیت اون اتفاق افتاد، اینجاست که خیلی عملکرد بهتری میتونیم نسبت به قبل داشته باشیم. یعنی مثلا میگم فرض بکنید که میرین یه جلسه‌ای و اونجا قرار نیست شما صحبت بکنید. یک فرد عادی میره و حالا صحبت هم نمیکنه، ولی ممکنه که شما رو دعوت بکنن که صحبت بکنید. ممکنه. حالا یکی که تمرینی نکرده، خلق الگوی ذهنی نکرده، یک عملکردی خواهد داشت با یک صحبت معمولی. ولی اگه یه فردی از قبل خودش رو آماده کرده باشه که آره توی مسیر کارش فکر کرده باشه، خب الان منو صدا کردم، من برم جلو، الان برم چی بگم، چی کار کنم، اینجاست که چون تو قبلا تمرین کردی تو ذهنت آماده تره و سخنرانی خیلی بهتری خواهد داشت. من خودم این تکنیک شخصی که دارم، از این تکنیک استفاده میکنم که اگه جاش بودم چی کار میکردم. حتی این تکنیک رو به صورت متن توی پس زمینه گوشی من گذاشتم. مثلا فرض بکنید که میگین یه سمیناری یه جایی، یک نفر رو صدا میکنن جلو که بیا سخنرانی بکنه. اونجا من یه لحظه به خودم میگم اگه جاش بودم چی کار میکردم. اگه جاش بودم تا اون میره جلو صحبت بکنه، شروع کنه صحبتشو، من فکر میکنم اگه جاش بودم چی میگفتم، چطوری صحبتم شروع میکردم، راجع به چه موضوعاتی صحبت میکردم. اینا رو فکر میکنم، آماده میشم تا دفعه بعدی اگه اون اتفاق برای خود من افتاد در واقعیت، چون قبلا تمرین کردم توی ذهنم، چون قبلا الگوی ذهنی براش ساختم، میتونم خیلی بهتر سخنرانی بکنم.